دادستانی کل تاجیکستان میگوید علیه 2 نفر که به گذراندن کنکورس و یا آزمون‌های بردناک در یوتیوب مشغول بودند با اتهام قلاب پرونده باز کرده است. دادستانی در خبرنامه گفت سامان غفورزاده و نکروز گلزاده در یوتیوب صحیفه‌های خود را با نام سامان افیشال و مکسیم تیوی به قید گرفته 3 اتوماشین را به بازی لاتاری گذاشتند. مسئولان دادستانی گفتند این نفران باید ماشین ها را به نفرانی برد کرده میدادند، ولی این کار را نکرده به 6 نفر وعده کردند که ماشین ها را ارزان به آنها میفروشند. نظر این دو بلاگر معلوم نیست، ولی دادستانی آنها را متهم کرده است که 590,000 سامان پولی مردم را از خود کردند. دادستانی گفت علیه سامان غفورزاده و نکروز گلزاده با اتهام قلابی به مقدار کلان پرونده باز کردند. 1 سال اخیر بلاگران زیاده به گذراندن به گفته خودشان آزمون‌های بردناک و لاتاری ها مشغولند، اما شبهه و گمان‌ها به شفاف گذشتن این آزمون‌ها کم نیست.